سلام سلام سلام. 3 تا سلام گفتیم، دونه دونه‌شون رو تقدیم میکنیم. اولیشو به تمام تتو آرتیست های فارسی زبون از هر ملیت، قوم یا هر گویشی که هستی. همین که متوجه میشی که من چی میگم، یه سلام گرم خدمت تو که دنبال هنر و حرفه تتو هستی. یه سلامی هم کنیم خدمت تک تک هنرجوهامون که دارن سخت تلاش میکنن تا تبدیل بشن به یک نابغه، به یک شوالیه در تتو و به یک آرتیست خفن. و سلام سومو تقدیم میکنیم به تک تک دوستانی که جزو خانواده یوتیوب ما هستن و باعث افتخار ماست که شما رو در این خانواده ببینیم. برای اینکه این افتخار رو به ما بدید فقط کافیه کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید تا از این به بعد ما شما رو در کنار خودمون احساس کنیم. برای ما افتخاریه که شما رو در کنار خودمون ببینیم. این ویدیو قسمت 4 از آموزش های رایگان تتو بدن هست. پس اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدی و یا در این دوره شرکت نکردی، میتونی ویدیوهای قبلی رو داخل یوتیوب ببینی. اما ما یه تعداد لیست ها، تمرین ها و یک سری ویدیوهای خاص رو برای کسایی که توی دوره ما از طریق اینستاگرام ثبت نام کردن قائل شدیم و شما میتونید با پیام دادن داخل اینستاگرام ما به پیج مهیار تتو وارد این دوره بشید و کانال تلگرام هم در کنار این یوتیوب ما داشته باشید تا تمرین هاتی رو به شما بدیم که به صورت حرفه‌ای بیایید بالا و یه تتو آرتیست خیلی خفن بشین. توی این ویدیو قرار صرفاً در مورد مبحث سوزن ها صحبت کنیم. یه لحظه صبر کن. اگه احساس میکنی سوزن ها رو بلدی و این ویدیو به دردت نمیخوره، سخت در اشتباهی. ببین این ویدیو جامع ترین ویدیو در مورد شناخت سوزن هستش و بهت قول میدم مطالبی که داخل این ویدیو گفته میشه رو هیچ جایی و هیچ کسی بهتون نمیگه و اگر بخواد بگه تیکه تیکه میگه که مثلا بگه من خفنم یا اصلا بابتش بخواد ازتون پول بگیره. پس یه دوره خفن شناخت سوزن رو واسهتون درست کردم، اما لازمش اینه که تا آخر ویدیو رو ببینی. فقط یک موردی حتما برو یه دونه سوزن از دستگاهاتو بیار. حالا اگر گان داری و یا پن داری فرق نداره، یه دونه سوزن تو بردار بیار به اضافه کاغذ خودکار تا بریم سراغ خفن ترین دوره آموزشی شناخت سوزن تتوی بدن. چقدر بالا پایین شدم. ببین اصلا موقعی که میخوام واسه ویدیو ضبط کنم با انرژی فول میام. میدونی چرا؟ چون قول دادم که برای این دوره من همه انرژیمو بذارم و تو هم یادت نره به من قول دادی که تمام چیزایی رو که بهت میگم و اجرا و سخت تمرین کنی. قولت برای من فوق‌العاده باعث بشه. میدونی چرا؟ چون همین قولته که تو رو تبدیل میکنه به یک تتو آرتیست خفن. پس ازت خواهش میکنم اگر یک جایی از ویدیو رو احساس کردی بلدی، نزن بره جلوتر، چون احتمال داره توی همون یه مطلبی رو بگم که جلوتر روی اون کلیک کنه و تو نمیدونی و سردرگم میشی و این دوره به ساده ترین نوع ممکن برات آماده شده تا تو بتونی خیلی راحت بیای جلو، یعنی جای سوالی واسط نمونه. پس تمامی مطالب رو یادداشت کن تا هر لحظه به هر کدومش نیاز داشتی یه دونه دایره المعارف نکات تتو رو داشته باشی و هر موقع خواستی فقط کافیه بازش کنی و ببینی کدوم قسمت چه ضعفی داری و دلیل اون ضعف چیه. خب زیاد پرچونی کردیم، بریم سراغ آموزشمون. یه آموزش خفن و عالی، کامل و تخصصی رو یادم رفت بگم. بریم با هم دیگه آموزش رو ببینیم. 2 مبحث مهم آموزشی در زمینه سوزن‌ها داریم. 1. شناخت سوزن‌ها. 2. نحوه انتخاب سوزن. شناخت سوزن‌ها به 4 بخش تقسیم می شود.
که 3 بخش از آن فوق‌العاده مهم برای اجرا می باشد و 1 بخش آن مبحث تخصصی می باشد. اول از همه بپردازیم به اون 3 تا بخشی که خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه در اجراهای تتو و باید اول این 3 بخش مهم رو یاد بگیری تا بعد بریم سراغ اون مبحث تخصصی. پس ازتون میخوام که اون سوزنایی رو که گفتم بیارید برش گردونید، پشتش رو نگاه کنید. در پشت سوزنها تعدادی از اعداد و حروف را داریم که هر کدام از این اعداد و حروف بیانگر مشخصات خاصی در سوزن منتخب ما می باشد. اول از همه ترکیب اعداد و حروف رو داریم و بعد از اون به سراغ تاریخ تولید و تاریخ انقضای محصول میریم. این اعداد و ارقام و حروف به ما کمک میکنن که به صورت کامل و جامع سوزنها رو بشناسیم و از این به بعد یک نگاه تکمیلی و کامل نسبت به سوزنمون داشته باشیم. در این اعداد و حروف اولین چیزایی که میخوام بهتون توضیح بدم تاریخ تولید و تاریخ انقضا هست. شاید برای خیلی از دوستان سوال پیش بیاد مگه تاریخ تولید و انقضا داره سوزن و یا اگر تاریخ انقضاش بگذره چه اتفاقی میفته؟ ببینید این 2 تا تاریخی که پشت سوزن زده تاریخ استریلیزه شدن سوزنمونه و داخل اون بسته‌بندی قرار گرفتنشه و تاریخ انقضا هم تایمیه که دیگه اون سوزن استریل نیست و دیگه احتمال اینو داره که میکروب، باکتری و یا عفونت به اون سرایت کنه و وقتی تاریخ انقضای یک سوزن به پایان میرسه اگر با اون سوزن یک تتویی رو اجرا کنیم فوق‌العاده احتمال عفونت رو توی کارمون میبریم بالا. پس به این نکته خوب توجه کنید. به خاطر همین موضوع هم هست که میگن حتی اگر در سوزنتون هم باز کردید دیگه از اون به بعد از اون سوزن استفاده نکنید. وقتی درب سوزن باز میشه میره برای اجرا، اگر باز شد 1 روز 2 روز گذاشتید دیگه سراغش نرید، چون احتمال اینکه گرد و خاک روش نشسته باشه، میکروب و یا باکتری روش باشه خیلی زیاد میشه. این تاریخ تولید و تاریخ استریل هم دقیقا همین موضوعه، یعنی سوزنتون چه تایمی استریل شده و چه تایمی استریلش از بین میره. حالا که تاریخ ها رو فهمیدیم برای چیه، نوبت اینه که بریم سراغ اصلی ترین مشخصاتی که روی سوزن حک میشه، قسمتی که اعداد و حروف با هم ترکیب میشه. بریم با هم دیگه ببینیم این اعداد و حروف به چه معنی هستش. به عنوان مثال در پشت سوزن ما اعداد و حروف 1207 RL حک شده. از شما میخوام که همین اعدادی که پشت سوزنتون هست و روی یک کاغذ یادداشت کنید. حالا از سمت چپ 2 رقم این اعداد و حروف رو از همدیگه جدا میکنیم. بعد از اینکه این اعداد و حروف رو از همدیگه جدا کردیم خیلی راحت‌تر میتونیم نسبت به شناخت سوزن اقدام کنیم. در سمت راست ما حروف رو داریم، حروف RL که نوع سوزن ما رو مشخص میکنه. در وسط 07 رو داریم که این عدد تعداد سوزن‌های کار شده در این سوزن رو مشخص میکنه و در قسمت چپمون ما عدد 12 رو داریم که گرید سوزن ما رو مشخص میکنه. بیایید یک نگاه و یک توضیح کامل در مورد هر کدوم از این اعداد و حروف داشته باشیم. ابتدا بپردازیم به نوع سوزن‌ها. سوزن‌ها به 2 خانواده اصلی تقسیم می‌شوند: خانواده R و خانواده F. خانواده R از 2 سوزن RL و سوزن RS تشکیل میشه. سوزن‌های RL دارای نوک متمرکز و تیزی می باشند. در این مدل سوزن‌ها به صورت دایره‌ای کنار هم قرار می‌گیرند
و کاربرد اصلی این سوزن در ایجاد خطوط می باشد. این مدل از سوزن از شماره 1 شروع و به صورت فرد بالا می رود. سوزن‌های RS. در این مدل هم ما سوزن‌ها را به صورت دایره‌ای کنار هم داریم، ولی دیگر خبری از نوک تیز و متمرکز نیست. کاربرد اصلی این سوزن‌ها برای ایجاد خطوط غیر متراکم، پر کردن‌های کوچک و سایه‌های کوچک می باشد. این سوزن از شماره 3 شروع می شود و به صورت فرد بالا می رود. بریم سراغ خانواده F. خانواده F از 4 سوزن تشکیل شده. سوزن‌های F، M1، M2 و RM یا CM. بپردازیم به شناخت سوزن‌های خانواده F. اولین سوزن F. این سوزن به صورت خطی کنار هم قرار می‌گیرد و کاربرد اصلی این سوزن در پر کردن‌های قسمت‌های بزرگ و ایجاد سایه میباشد. این سوزن از شماره 3 شروع می‌شود. سوزن بعدی سوزن M1 هست یا M1. این سوزن ها هم به صورت خطی کنار هم قرار می گیرند، با این تفاوت که برخلاف سوزن های F که در یک ردیف بودند، این نوع از سوزن در 2 ردیف به صورت خطی کنار هم قرار می گیرند و کاربرد اصلی این سوزن ها پر کردن در نواحی بزرگ و ایجاد سایه ها می باشد. این سوزن ها از شماره 5 آغاز می شود. سوزن M2 و یا M2. این سوزن هم از لحاظ ظاهری مانند سوزن M1 می باشد، اما فاصله بین سوزن ها کمتر و مناسب برای پر کردن های بزرگ و سایه کاری ها می باشد و این سوزن هم از شماره 5 شروع و به صورت فرد بالا می رود. و در آخر سوزن RM و یا CM. این سوزن مانند هم خانواده های خود به صورت خطی و در 2 ردیف قرار گرفته، اما گوشه های این سوزن به حالت منحنی می باشد و مناسب برای اجرای سایه های پودره و سه‌بعدی و ایجاد سایه های نرم بر روی طرح می باشد. برای این بخش ما با مدل های سوزن آشنا شدیم. پس الان میدونید که هر کدوم از این مدل ها برای چه کاربردی هستند و در این بخش از مشخصات سوزن ما میتونه سوزن RL باشه، میتونه سوزن RS باشه، F، M1، M2 و یا RM و CM باشه. پس مدل های سوزن رو شناختیم. بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی تعداد سوزن. ساده ترین بخش این آموزش همین بخش تعداد سوزن ها هست. هر چقدر تعداد سوزن های ما بیشتر باشه، لاین هایی رو که ایجاد میکنیم و یا قسمت هایی رو که پر میکنیم ضخیم‌تر و یا وسیع‌تر هست و هر چقدر شماره سوزن ما کوچیک‌تر باشه و پایین‌تر باشه، لاین ها و قسمت هایی که پر میکنیم و یا سایه میزنیم نازکتر و کوچکتر هستش. ما تا اینجا با 2 بخش از این 3 بخش آشنا شدیم.
مدل های سوزن ها رو شناختیم و با تعداد سوزن ها آشنا شدیم. حالا وقتشه بریم سراغ یک مبحث فوق‌العاده مهم، مبحث گرید سوزن ها. اگر بخوام توضیح کوتاه و ساده‌ای رو در مورد گرید های سوزن بهتون بگم، گرید های سوزن همون قطر سوزن ماست و هر چقدر گرید سوزن ما بزرگتر باشه، خطوط و اجراهای ما ضخیم‌تر و بزرگتر میشه و هر چقدر گرید های ما کوچیکتر باشه، چه اتفاقی میفته؟ خطوط و طرحهایی رو که اجرا میکنیم نازکتر میشه. مثلا برای اجراهای سبک مینیمال و یا فونت ما حتما باید بریم سراغ سوزنهای آرئلی که گرید اونا 8 و یا 10 هستش. البته انتخاب گرید سوزن به دستگاهمون هم مربوط میشه. در بعضی از اوقات دستگاه‌های پن گرید سوزنشون روی 10 هست و اگه روی همچین دستگاهی ما سوزن‌هایی با گرید 12 نصب کنیم 100% سوزن به دستگاه ما نمیخوره و بزرگتر هست. پس توی انتخاب سوزنتون از این به بعد اولین نکته‌ای که باید توجه کنید که دستگاهتون چه گریدیه، که اکثر پن‌های موجود در ایران روی گرید 12 هستش، مگر اینکه به صورت اختصاصی حالا گرید 8 یا 10 باشه و ببینید چه کاری رو میخواید انجام بدید. اگه کارتون نرمال معمولیه میتونید از گریدهای 12 و یا 10 استفاده کنید، اما اگر کارهای ظریف و تخصصی میخواید اجرا کنید میتونید از گریدهای 8 و یا 10 استفاده کنید. بریم با هم دیگه یک توضیح جامع دیگه در مورد گرید سوزن رو داشته باشیم. گرید سوزن چیست؟ گرید سوزن به میزان قطر سوزن اجرایی ما گفته می شود. گرید سوزن ها از شماره 4 شروع و تا شماره 14 ادامه دارد، اما در بازار تتو گرید های 8، 10 و 12 بیشترین تقاضا را و بیشترین عرضه را دارد. همانطور که مشاهده می کنید به ضخامت این بخش از سوزن گرید سوزن میگن. بریم سراغ اندازه گرید ها. گرید 12 قطرش 35 دهم میلیمتره. گرید 10 قطرش 30 دهم میلیمتره و گرید 8 قطرش 25 دهم میلیمتره. اما برای درک بهتر این اندازه ها به این تصویر خوب نگاه کنید. به همون شکلی که داخل ویدیو میبینید ما 3 لاینو با سوزن 9 RL با گریدهای مختلف ایجاد کردیم و همونجوری که تصویر بیان میکنه لاینی که با سوزن 0.89 RL ایجاد شده نازکترین و لاینی که با سوزن 12.9 RL ایجاد شده ضخیمترین می باشد. پس هر مقدار که گرید ما بیشتر و یا بزرگتر باشد میزان ضخامت خطوط هم افزایش پیدا می کند. تا اینجای ویدیو ما 3 تا اصل مهم توی شناخت سوزن‌ها رو یاد گرفتیم که فوق‌العاده میتونه تاثیرگذار باشه در اجرای کارهای خیلی خفن‌تر. ازتون میخوام سوزنی رو که اول از همه برداشتید و جلوتونه رو مشخصاتش رو تشریح کنید و حتی توی این تمرین کاربرد سوزنتون هم بگید و اگر بتونید 2 تا 3 تا سوزن دیگر هم مشخصاتش رو تشریح کنید و کاربردش رو بگید چه بهتر. اگر توی این بخش ضعف داشتید ویدیو رو از اول نگاه کنید، برگردید عقب و از اول دوباره شروع کنید و با دقت ویدیو رو نگاه کنید. اما اگر هیچ ضعفی ندارید باید بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی قسمت تیپرهای سوزن. تیپر سوزن چیست؟ به مخروطی سوزن و یا ارتفاع سوزن تیپر میگویند. تیپرهای سوزن ها به 3 دسته اصلی تقسیم می شوند: شارت تیپر، مدیوم تیپر و لانگ تیپر. هر کدام از این دسته های تیپر
دارای اندازه های مختلفی می باشد و هر مقدار که تیپر سوزن ما بیشتر و یا بزرگتر باشد برای پوست های ضخیم و کلفتر مناسب است و هر چقدر که تیپر ما کوچکتر باشد برای پوست های نازک و ظریف مناسب تر است. در بازار ایران رایج‌ترین سوزن ها و تیپر های اونها تیپر های مدیوم هست که اکثر شاپ ها این نوع تیپر ها رو موجود دارند. کمپانی های مختلف تیپر های سوزن رو به صورت کلمه ها و یا نمادهای مخصوصی بر روی بسته‌بندی خود سوزن و یا جعبه سوزن مشخص می کنند، اما اکثرا این نوع مشخصات را به صورت مخفف بر روی بسته‌بندی ها مشخص می کنند. به عنوان مثال سوزن RL که تیپر اون لانگ تیپر هستش با مشخصات و مخفف RLT مشخص میشه. اگه تا اینجای ویدیو یه مقدار سردرگم شدی بذار خیلی ساده تر واسه این مبحث سوزن ها رو توضیح بدم. خب مدل های سوزن که ما شناختیم سوزن های RL، RS، F، M1، M2 و RM که بعضی از کمپانی ها RM و CM هم نامگذاری میکنن. خب مبحث بعدی شماره سوزن ها بود. هر چقدر سوزن ما بزرگتر بشه شمارش بالاتر بره لاین های ضخیمتری رو ایجاد میکنه. مثلا این شماره 7 RL هر چقدر شماره سوزن بیاد پایینتر کمتر بشه مثلا بشه 5 RL خطوط نازکتری رو داریم و هر چقدر بره بالاتر مثلا بشه 9 RL خب خطوط ما به مراتب ضخیم میشه. پس این مبحث اول نوع سوزن، شماره سوزن. اما برای دو تا مبحث بعدی یعنی مبحث گرید سوزن و مبحث تیپر سوزن باید فوق‌العاده حساس توش تمرکز کنید. چرا؟ ببین گرید سوزن خب توی بازار بیشترین سوزن هایی که رایج گریدش 8، 10 و 12 هست. همونجوری که توی قبل از این توی ویدیو گفتیم هر چقدر گرید سوزن ما کمتر باشه سوزن ها متمرکزترن. یعنی مثلا این سوزن 7 RL خب با گرید 12. حالا وقتی گریدشو 10 یا 8 میکنیم سوزن ها به همین شکل میمونن اما فاصله شون کمتر میشه، فاصله بین اونها کمتر میشه و همین موضوع باعث میشه اگر یه کار ظریف مینیمال و یا فونت رو میخوایم اجرا کنیم حتما باید سراغ گریدهای کوچیک بریم و اگر نه کار ما کار بزرگی حجم گسترده یک کار داریم میتونیم با گریدهای 12 هم این کار رو انجام بدیم. اما خب گرید سوزن کدوم قسمت سوزن میشه؟ ببین به عنوان مثال ما یه سوزن RL رو رسمش کنیم. گرید سوزن دقیقا میشه این بخش، یعنی ضخامت این بخش، این میشه گرید سوزن. یعنی این بخشش اون قسمتی که سوزن ها کنار هم قرار میگیره میشه قطر سوزن و یا گرید سوزن و به خاطر همین موضوعی که هر چقدر گرید پایین تر باشه سوزن ها به هم دیگه چسبیده تر و هرچی گرید بالاتر باشه سوزن ها فاصلش از هم دیگه بیشتر میشه. حالا تیپر سوزن کدوم قسمت سوزن میشه؟ ما همین سوزن رو اینجا رسمش میکنیم
تیپر سوزن دقیقا نقطه مقابل گرید سوزنه. گرید سوزن تیر افقی دروازه است. فوتبال که نگاه کردی میگه عجب شوتی زد، خورد به تیر افقی دروازه. دقیقا خورد به گرید سوزن. و اونجایی که داد میزنه میگه عجب شوتی زد، خورد به تیر عمودی دروازه، میشه تیپر سوزن. ببین ارتفاع سوزن. کل سوزن رو ما کاری نداریم یه وقت نهید کل سوزن در نظر بگیرید، نه، از اون قسمتی که سوزن ها ایجاد میشن. ببین اگر بخوام برات یک مثال بزنم، خب چه سوزن های گان رو استفاده کنی چه سوزن های پن رو استفاده کنی هیچ فرقی با هم نداره. نکته‌ای که تو همشون مشترکه اینه که یک میله هست که سوزن ها میاد بهش وصل میشه. از اون قسمتی که سوزن ها به هم دیگه وصل میشه، شماره سوزن ها به هم دیگه تعداد سوزن ها وصل میشه، اون میشه تیپر سوزن. تیپر یعنی مخروطی، شکل مخروطی سوزن. و هر چقدر این بزرگتر باشه برای پوست های ضخیم و هر چقدر این کوچیکتر باشه برای پوست های ظریف استفاده میشه. یه سری سوال میپرسن آقا ما الان میریم خرید میکنیم، از کجا بفهمیم که سوزنمون چه تیپری داره؟ شورت تیپر، لانگ تیپر، مدیوم تیپر، از کجا بفهمم؟ ببین توی بازار ایران بلا استثنا تمامی سوزنها روی تیپرهای مدیومه، یعنی شکل معمولیشو داره، به همین شکل معمولیه، نه شورت نه لانگه، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، جفتش یکیه، یعنی کل سوزنها یکیه. اما اگر خارج از ایران هستی میتونی در زمان سفارش سوزن از کمپانی ها تاکید کنی که آقا مثلا من یک سوزنی میخوام که مثلا تیپرش کمتر باشه و یا مثلا تیپرش بزرگتر باشه. این موردی که دارم بهتون میگم، این حالا گرید و مدل و شماره سوزن یک چیزی که فوق العاده تو کار ما مهمه، حتمی باید داد بگیریم. اما تیپر یک مسئله خیلی تخصصیه و ببین زیاد شاید به کارت نیاد، ولی میدونی خب ما میخوایم توی این دوره همه چیزو بدونی. یعنی اگه فردا رفتی توی یک سایتی دیدی یک سوزنی رو نوشته R به عنوان مثال RLT، نگی سوزن RLT چیه؟ من فقط سوزن‌های RL و RS رو یاد گرفتم، RLT دیگه چیه؟ سوزن RLT مخفف چی میشه؟ میشه سوزن R Long Taper، بزرگترین مثلا تیپرش. و شما اینجوری راحت میتونید سوزن‌ها رو بشناسید. حتی اگه تو پیج‌های خارجی هم رفتید اطلاعات در اندازه تتو ارتیسای خفن خارجی بالاست. پس ما الان به صورت حرفه‌ای سوزن‌ها رو یاد گرفتیم. اول ویدیو این صحبت رو با هم داشتیم که بحث سوزن‌ها دو تا مبحثه. یکی شناخت سوزن‌ها که توی این ویدیو کاملاً به همه نوع سوزن‌ها رو به شما آموزش دادیم، و دومیش نحوه انتخاب سوزنه که نحوه انتخاب سوزن رو در بین آموزش هامون به شما آموزش میدیم. به موقعش که برسه حتما این مبحث رو بهتون آموزش میدیم. اما الان وقت اینه که بریم سراغ رنگ ها، موضوع بسیار مهمی که فوق العاده میتونه در کار و اجرای ما تاثیرگذار باشه. تا اینجا ویدیو همراه مودی، دمت گرم، خیلی گلی. یاد نره حتما اگر جزو کانال یوتیوب ما نیستی این افتخار رو به ما بده و عضو کانال یوتیوب شو که شما رو در این خانواده بزرگمون احساس کنیم و داشته باشیمتون.